مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر ظاهراً پیچیده‌تر از آنی هست که به نظر می رسید. در دوحه برای ختم دشمنی رفتیم. یک هفته از مراسم آغازین این مذاکرات می گذرد، اما هنوز بر سر اصول و شیوه نامه کاری این مذاکرات دو طرف به توافق نرسیدند. اما برخی موضوعات قبل از اینکه مذاکرات رو در رو آغاز شود باعث واکنش‌ها بین دو طرف به ویژه در رسانه‌ها شده است. از جمله موضع‌گیری که اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان درباره ارتش دولت افغانستان داشتند. این اظهار نظر طالبان سخت با واکنش دولت افغانستان مواجه شد. دیگه خواب باید دشمن از مغزش بکشه که با فرمایش پنجاب اردوی افغانستان مثل که یک بار شاهد حادثه بد بودیم باز میتونه از بین ببره به هیچ قیمت. اشرف غنی رئیس جمهور هم به نیروهای نظامی دولت افغانستان اطمینان داد که آنها در جریان مذاکرات صلح معامله نخواهند شد. این خاک ثروت داره، ثروتش در قسمت اول در اختیار قوای پر افتخار امنیتی و دفاعی افغانستان خواهد. اما مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا چند روز قبل در مصاحبه با یکی از رسانه‌های آمریکایی گفت ترامپ رئیس جمهور با طالبان کنار آمده است. رئیس جمهور آمریکا با طالبان شریک شده است و سیاست‌های او بر ضد حکومت افغانستان است. با این حال آمریکایی‌ها از یک طرف با طالبان دوستی می‌کنند و از طرف دیگر در زمانی که امیدها برای مذاکرات صلح در افغانستان بیشتر شده است، ابزار جنگی بیشتری در اختیار ارتش افغانستان قرار می‌دهند. اینها 4 هواپیمای جنگی است که 2 روز قبل با بوق و کرنا آمریکایی‌ها به ارتش افغانستان تحویل دادند. در یک هفته یکی از مراسم آغازین مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان در دوحه می‌گذرد. درگیری‌ها در افغانستان نه تنها کاهش نیافته بلکه در مناطقی نیز تشدید شده است. این روزها تقاضای نخست هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از طالبان آتش بسته است. اما طالبان تاکنون این درخواست را نپذیرفتند و میگویند در طول مذاکرات در این باره بحث خواهند کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.